سلام به دوستای عزیزم. امروز میخوایم این آویزه کیف رو ببافیم که این روزا ترند شده. یه دونه‌شو من بافتم به این شکل، ببینید. خب دو تا مدبر نیاز دارم. به جای مدبر میتونید از قفل توتی هم استفاده کنید، ولی خب من قفل توتی اینجا ببینید کوچیکه و به این حلقه نمیخوره. واسه همون از این بزرگا میتونید استفاده کنید. اگه میخواید اینا خیلی بزرگ نباشن میتونید از اونا هم استفاده کنید. خب حلقمون حتما باید اینجوری باز بشه. مهره ها همشون سایز 8 هستن و منجوک هم فقط یه دونه نیاز داریم، فقط یه دونه. اینم 7 تا نیازه برای این سایز. از نخ سایز 5 استفاده میکنم و حدود 2.5 تا 3 متر کافیه برای این کار. مدبر رو برمیدارم به این شکل، نخ رو از داخل این قسمت رد میکنم، دو سر نخ رو میگیرم و میکشم که این مدبر در وسط نخ بیفته. خب حالا شروع میکنم این دوتا نخ رو با هم میگیرم، با همینجوری نگه میدارم و این مهره ها رو، مهره های سبز رو داخل این دوتا نخ میندازم. من برای این 40 تا انداختم، برای این میخوام 25 تا بندازم که کوتاه بلند باشن و خوشگل تر دیده بشه. و اینم 25. خب حالا یه دونه مهره برمیدارم و نخ‌ها رو در خلاف جهت هم به این شکل رد میکنم و میکشم. حالا داخل هر کدوم از نخ‌ها یه مهره سبز میندازم و با یه مهره به این صورت مشترک میبافم، نخ‌ها در خلاف جهت هم. به این شکل. خب حالا این دوتا نخ رو برمیگردونیم به همون مهره اول، به این مهره. این نخ از این مهره و این مهره، این نخ هم از این و این مهره رد میشه. خب حالا این وسطش رو، این قسمتش رو میخوایم ببافیم. من اینجا 7 تا استفاده کردم، اینجا هم میخوام 7 تا استفاده کنم. باز دو سر نخ رو با هم تو دستمون اینجوری نگه میداریم. خب و شروع میکنیم اینا رو میندازیم داخل نخ. به این شکل که 7 تا رو انداختیم، حالا یه دونه منجوک برمیداریم
و به این شکل نخ‌ها رو در خلاف جهت هم از منجوق رد می‌کنیم و می‌کشیم. اینو طوری بکشید که این در وسط این مهره بیفته. اینو تنظیم کنید دیگه، ببینید کدوم نخ رو میکشید این میاد وسط. بعد که تنظیم کردیم هر دو تا نخ رو دوباره از اینا رد میکنیم میاریم پایین. این نخ رو هم مثل اون از اینا رد میکنیم میاریم اینجا. خب دوتا نخ رو که آوردیم دوباره این دوتا رو در خلاف جهت هم از این مهره رد میکنیم. حالا داخل این نخ راست 3 تا مهره سبز میندازیم. سومی رو نگه میدارم به این شکل و از این به بعد دیگه میخوام گره مخفی ببافم. همون نخ رو میبرم داخل مهره و از این حلقه که ایجاد شده از زیر حلقه اون یکی نخ رو میارم بیرون. به این شکل. حالا دیگه کارمون با سبز تموم شد که میخوایم با مهره سفید کار کنیم. خب داخل این نخ سمت راست 3 تا مهره سفید میندازم و سومی رو میبافم. نخ پایین از این مهره رد میشه، از این مهره سبز. داخل نخ بالا 2 تا مهره میندازیم و میبافیم. دوباره نخ پایین از این مهره رد میشه، داخل نخ بالا 2 مهره سفید میندازیم و میبافیم. همین کار رو تا آخر ادامه میدیم.
رسیدیم به خونه آخر. در اینجا این نخ پایین رو از این 2 تا مهره رد می‌کنیم و با یه مهره سفید می‌بافیم. خب ببینید دور تا دورش رو من بافتم و همشون خونه های 4 تایی شدن. خب این خونه های 4 تایی رو ببینید اینجا من نشون بدم. ببینید ما این ردیف رو بافتیم، حالا میخوایم این ردیف و این ردیف رو ببافیم. خب یه ردیف دیگه مثل همین میبافیم، همشون 4 تایی هستن مثل این ردیف. ردیف دوم هم همشون، همه خونه ها 4 تایی هستن. خب داخل نخ سمت راست 3 تا مهره میندازم. سومی رو میبافم. نخ پایین از این مهره رد میشه. داخل نخ بالا 2 تا مهره میندازیم. آره این شکل یه خونه 4 تایی دیگه هم اینجا تشکیل میشه. و میریم بعدی. و خونه آخر گفتیم خونه آخر این نخ پایین از این 2 تا مهره رد میشه. و با یه دونه مهره این خونه رو هم میبافیم. به این شکل 2 تا ردیف رو بافتیم. حالا میریم ردیف سوم. خب اینجا من نگاه میکنم. ردیف سوم 2 تا خونه 5 تایی داریم. ببینید همشون 4 تایی هستن، فقط این 2 تا 5 تایی هستن. خب من شروع میکنم. داخل نخ سمت راست 3 تا مهره میندازم. و به این شکل یه خونه 4 تایی میبافم. نخ پایین از این مهره رد میشه. حالا میخوام خونه 5 تایی ببافم. 2 تا دارم، 3 تا دیگه مهره داخل این نخ بالا میندازم. و آخری رو به این شکل میبافم. بعدی دوباره خونه 4 تایی هست. 2 تا دارم، پس کافیه 2 تا مهره داخل نخ بالا بندازم و ببافم.
همینطوری خونه های 4 تایی رو ادامه میدیم تا برسیم به آخرین خونه. حالا اینجا نخ پایین از این دوتا رد میشه. خب این خونمون گفتیم که باید 5 تایی بشه دیگه، درسته 3 تا داریم، با 2 تا مهره میبافیم، ولی این بار داخل نخ سمت چپ، داخل این نخ مهره ها رو میندازم. دومی رو نگه میدارم و به این شکل میبافم. ببینید این دوتا 5 تایی شدن، بقیه 4 تایی. خب برای ردیف بعدی که این ردیف میشه، دوباره اولی و آخری 5 تایی هستش، ببینید، ولی اون وسط ها همش 4 تایی هست. پس ما دیگه دور تا دورش رو نمی بافیم، میخوایم بریم به این قسمت، بعد برگردیم اینطوری ببافیم. خب حالا این خونمون گفتیم باید 5 تایی بشه دیگه، یه دونه دارم، داخل نخ سمت چپ 4 تا دونه مهره میندازم و 4می رو میبافم. نخ پایین از این مهره رد میشه، داخل نخ بالا 2 تا مهره میندازیم و به این شکل خونه 4 تا اینجا تشکیل میشه. دوباره نخ پایین از این مهره رد میشه، داخل نخ بالا 2 تا مهره میندازیم یه خونه 4 تایی دیگه میبافیم و میریم بعدی. 2 تا مهره داخل نخ بالا میندازیم آخرین خونه 4 تاییمون هم تشکیل شد. نخ پایین از این مهره رد میشه. حالا میخوایم اینجا یه خونه 5 تایی ببافیم. 2 تا داریم، ببینید 2 تا داریم، داخل این نخ سمت راست 3 تا دونه مهره میندازیم و به این شکل میبافیم. دوباره 2 تا خونه 5 تایی، یکی اینجا و یکی اینجا تشکیل شد. خب بریم خونه بعدی. خونه بعدی ببینید 1 2 3 4 5 تا خونه 4 تایی داریم، یعنی همشون 4 تایی هستن، پس خیلی راحت میبافیم. داخل نخ سمت راست ببینید اینجا یه دونه داریم، داخل نخ سمت راست 3 تا مهره میندازیم و به این شکل میبافیم. نخ پایین از مهره کناری رد میشه،
داخل نخ بالا 2 تا مهره میندازیم. میریم بعدی، نخ بالا 2 تا مهره، بعدی دوباره نخ بالا 2 تا مهره، و رسیدیم به خونه آخر. اینجا از فقط یه دونه مهره رد میکنیم. دو تا داریم و 2 تا دونه مهره داخل نخ این بار سمت چپ میندازیم و میبافیم. این ردیف هم تموم شد. حالا بریم ردیف بعدی. اینو تموم کردیم. خب ردیف بعدی اول و آخرش 3 تایی هستش، وسطش هم 3 تا خونه 4 تایی. یعنی اینجا یه دونه داریم، پس این قرار 3 تایی بشه دیگه. 2 تا دونه مهره داخل نخ سمت چپ میندازیم و آخری رو نگه داریم و میبافیم. و به این شکل خونه 3 تایی تشکیل شد. نخ پایین از این مهره کناری رد میشه. 2 تا داریم، 2 تا دونه مهره داخل نخ بالا میندازیم و یه خونه 4 تایی میبافیم. دوباره نخ پایین از این مهره رد میشه، داخل نخ بالا 2 تا دونه مهره میندازیم دومی خونه 4 تایی هم بافته شد و میریم بعدی و یه خونه 4 تایی دیگه هم میبافیم. و گفتیم که خونه آخرمون باید 3 تایی باشه. حالا ببینید من اینجا 2 تا دارم، پس کافیه با یه دونه مهره ببافم و این خونه رو و این ردیف رو تموم کنم. به این شکل. بریم برای ردیف بعدی. ردیف بعدی ببینید ما اینجا بودیم دیگه. خب نخمون مثلا اینجا فرض کنید، خب به این شکل دیگه نخمون اینجاست. خب باید بیاریم در این مهره و شروع کنیم این ردیف رو ببافیم. اینجا هم اول و آخر 3 تایی هستش، وسطش 4 تایی. پس ما قراره این نخ رو بیاریم در این مهره. این نخ راست و این نخ راستی ببینید از این مهره و این رد میشه به این شکل. حالا این نخ هم از این مهره این و این مهره رد میشه. حالا گفتیم که این باید خونه 3 تایی بشه. یه دونه داریم، 2 تا مهره دیگه داخل نخ سمت راست به این شکل میندازیم و میبافیم. بعد
بعدی نخ پایین از این مهره رد میشه، داخل نخ بالا 2 تا مهره میندازیم و یه خونه 4 تایی میبافیم. بریم برای خونه آخر. خب خونه آخر هم گفتیم 3 تایی میشه، 2 تا داریم با یه دونه مهره میبافیم. به این شکل. خب حالا باید نخ‌ها رو بیاریم در این وسطی و این قسمت هم ببافیم. یعنی نخ‌هامون باید بیاد در این مهره وسطی. این نخ راست از این و این مهره و این نخم از این مهره و این مهره رد میشه. حالا کافیه با یه دونه مهره این قسمت بالا رو هم ببافیم و تمام. یه دونه مهره برمیدارم، داخل هر کدوم از نخ‌ها فرقی نمیکنه، میندازم و به صورت گره مخفی اینو میبافم به این شکل. خب حالا این نخ رو، خب یکی از نخ‌ها رو فرقی نمیکنه میاریم داخل این، میخوایم اینجا محکم تر بشه. خب حالا همون نخ رو برمیگردونیم، ببینید همون نخ رو برمیگردونیم داخل این مهره و اینجا یه حلقه ایجاد میشه که اون یکی نخ رو میگیریم میاریم بیرون. حالا میکشیم و یک گره مخفی هم در اینجا میبافیم که این محکم تر بشه به این شکل. خب حالا دیگه تموم شد بافتمون. نخ‌ها رو از این مهره ها رد میکنیم و در آخر گیج میکنیم. خب من این نخ‌ها رو رد کنم. خب بعد که چندین بار رد کردیم اینو میچینیم نخ‌ها رو. خب حالا این مدورها رو به این حلقه وصل میکنیم. به این شکل میشه. ببینید اینجاش اینجوری که برای دسته کیف اینو اینجوری میندازیم. عکس نهاییشو براتون میذارم حتما، اینجا نمیشه نشون بدم، ولی در کل به این صورت به این شکل میشه.